سلام به دلنشین‌های عزیز دلگفتار. من لیلا هستم، روانشناس بالینی و خیلی خوشحالم که اینجا همراه منی. امروز می‌خوایم درباره یکی از قشنگ‌ترین و در عین حال حیاتی ترین بخش‌های رابطه‌ها حرف بزنیم. زبان عشق. بذار همین اول یه سوال بپرسم. تا حالا شده همه وجودت رو بذاری برای کسی، براش کاری انجام بدی، زحمت بکشی، اما اون بگه من حس نمی‌کنم دوستم داری؟ یا برعکس، طرف مقابلت کلی کار برات کرده، هدیه داده، اما تو فکر میکنی که خب این که عشق نیست، این عادتشه. اینجاست که ماجرا جالب میشه. مشکل از نبود عشق نیست، مشکل زبانه. هر کسی عشق رو به زبانی میفهمه. زبان عشق یعنی چی و چرا مهمه؟ مفهوم زبان عشق رو دکتر گری چاپمن مشاور خانواده مطرح کرد. اون میگه آدم‌ها راه‌های متفاوتی برای ابراز عشق دارن. وقتی زبان عشق طرف مقابل رو بلد نباشیم، ممکنه احساس کنه که دوست داشته نمیشه، حتی اگر ما واقعاً عاشقش باشیم. طبق یه تعریف ساده، زبان عشق یعنی شیوه ترجیحی دریافت عشق. همه ما همه این زبانهای عشق رو میفهمیم، اما معمولاً یکی یا دو تاش برامون اصلی‌ان. وقتی همونها رو دریافت میکنیم شارژ عاطفی میشیم. از نظر روانشناسی نیاز به عشق و محبت یک نیاز بنیادین انسانه، درست مثل نیاز به غذا یا امنیت. وقتی این نیاز به شیوه درست تغذیه بشه، ما آرامش روانی بیشتری پیدا میکنیم، صمیمیت بیشتری توی رابطمون حس میکنیم، سطح استرسمون پایین میاد و احساس عشق و تعلق خاطر بالا میره. تحقیقات نشون داده زوجهایی که زبان عشق همدیگر رو میشناسن رضایت زناشویی بالاتری دارن و تعارضهاشون خیلی سریعتر حل میشه. اینجا برات چند تا مورد از پشتوانه‌های علمی این نظریه رو خیلی کوتاه و ساده شده معرفی میکنم. از نگاه یادگیری و شرطی سازی، رفتار شریک عاطفیمون وقتی با پاداش معنیدار برای من، یعنی برای شریک عاطفیمون همراه میشه، تقویت مثبت میگیره و پیوند عاطفی عمیق‌تر میشه. از منظر نظریه دلبستگی، وقتی عشق رو به شیوهی که سیستم دلبستگی من امن‌تر میبینه دریافت کنم، احساس امنیت و نزدیکی و اعتماد بیشتر میشه. از نظر ارتباط زوجی هم طبق نظر گاتمن، قصد مثبت وقتی دیده میشه که پیام به زبان قابل درک منتقل بشه، وگرنه نیت خوب به اشتباه حمله بر بی‌تفاوتی میشه. یک باور رایج اینه که زبان من درست تره. نه، زبانها بهتر و بدتر ندارن، فقط متفاوتن. هدف ترجمه است، نه تغییر طرف مقابلمون. یه مثال ساده. فرض کن تو فارسی صحبت میکنی، من فقط انگلیسی بلدم. تو 1000 بار به فارسی به هم بگی دوستت دارم، من حس نمی کنم چون نمیفهمم، در حالی که نیتت کاملا خالص و پر از عشقه. داستان عشق هم همینه. ما آدما همه عشق میخوایم، اما هر کسی یه زبان خاص داره که وقتی همون زبان رو بشنوه دلش روشن میشه. یعنی عشق یک زبان جهانی نیست، مثل زبانهای گفتاریه. همونطور که اگر فقط فارسی بلد باشی و کسی با تو چینی حرف بزنه متوجه نمیشی، توی رابطه هم اگر زبان عشقتون فرق کنه ممکنه حس بشه که محبت کم شده. گری چاپمن میگفت همونطور که زبانهای گفتاری مختلف داریم، عشق هم 5 تا زبان اصلی داره. همه ما میتونیم همه‌شون رو درک کنیم، ولی یکی یا دو تاش برای هر آدمی مهم‌تره. پس زبان عشق یعنی شیوهی که من عشق رو دریافت میکنم و متوجهش میشم. شناختن زبان عشق خودت و طرف مقابل خیلی مهمه، چون باعث میشه محبتتون به شکل درست و مؤثری منتقل بشه. یادت باشه، عشق داشتن کافی نیست. باید بلد باشیم عشق رو به زبانی بگیم که طرف مقابلمون میفهمه. پنج تا زبان عشق به زبان ساده چیا هستن؟ بذار یکی یکی با مثالهای واقعی برات باز کنم.
اولیش کلام محبت آمیزه. بعضیا وقتی میشنون دوستت دارم یا چقدر خوب شد که این کارو کردی، یعنی ازشون تعریف کلامی میشه، یا حتی یک دمت گرم ساده، انگار باتری دلشون پر میشه. برای این آدما کلمات مثل سوخت عشق عمل میکنن. برعکس، اگه شریکشون ساکت باشه یا فقط نقد کنه، احساس میکنن دوست داشتنی نیستن. مثال، یه همسری که وقتی از سر کار میاد فقط میخواد بشنوه خسته نباشی، واقعا زحمت کشیدی. دومین زمان با کیفیته. اینا وقتی عاشقی رو حس میکنن که طرف مقابل وقت بذاره، فقط برای اونا، بدون گوشی، بدون حواس پرتی. براش مهم نیست چند ساعت، کیفیت مهمتر از کمیته. مهم اینه که توی اون زمان همه توجه روی اون رابطه باشه. حتی یه پیاده روی ساده یا نشستن پای یک فنجون چایی میتونه عمیق‌ترین حس عشق رو بهشون بده. مثلا اون شریکی که میگه وقتی با منی ولی هی تو موبایلی، انگار اصلا پیش من نیستی. زبان سوم هدیه گرفتنه. خیلی‌ها فکر میکنن یعنی مادی‌گرایی، اما نه. برای این آدما هدیه فقط یک نماده. یک شاخه گل، یک کتاب کوچیک، حتی یک یادداشت دست‌نویس میتونه براشون معنی خیلی بزرگی داشته باشه و دلشون رو پر از شادی کنه. براشون مهم نیست قیمت هدیه چقدره، مهم اینه که پشتش این پیامه: من به یاد تو بودم. مثلا کسی که وقتی همسرش با یه شکلات کوچیک میاد خونه، تا چند روز با عشق از اون حرکت یاد میکنه. زبان چهارم خدمت کردنه. این افراد عشق رو از طریق عمل میفهمن. یعنی وقتی تو براش کاری میکنی، مثلا ظرفا رو میشوری، توی پروژه کمکش میکنی یا یه مسئولیتی رو به دوش میگیری، اونا حس میکنن واقعا دوست داشتنی هستن. برعکس، اگه زیاد براشون حرف بزنی اما عمل نکنی، حس میکنن همه چی تو خالیه. زبان عشق اینها عمله، نه حرف. مثلا همسری که میگه من وقتی میبینم تو داوطلبانه برام چای درست کردی، بیشتر از 1000 بار گفتن دوستت دارم خوشحال میشم. پنجمین و آخرین زبان تماس جسمی یا لمس فیزیکیه. برای این آدم‌ها یه بغل ساده، گرفتن دست، نوازش روی شونه، حتی یه لمس گذری قوی ترین شکل عشق محسوب میشه. اینها براشون مثل شارژ عاطفیه. بدون لمس انگار عشق به دلشون نمیشینه. مثلا کسی که میگه وقتی دستتو میگیرم انگار همه دنیا آروم میشه. نکته مهم اینه که معمولا هر کس 1 یا 2 تا زبان عشق غالب داره. اگر زبان عشق همدیگر رو بلد باشیم، حتی محبت‌های کوچیک هم میتونه رابطه رو متحول کنه. حالا چرا این موضوع دونستن زبان عشق اینقدر مهم و کلیدیه؟ چون خیلی وقتا رابطه ها نه از نبوده عشق، بلکه از ترجمه نشدن عشق آسیب میبینن. طرف مقابل عاشقته، اما چون به زبان خودش عشق میده تو نمیفهمی. اینجا 2 تا اتفاق میافته. یکی از طرفین احساس میکنه که دوست داشته نمیشه. طرف دیگه هم احساس میکنه که قدردانی نمیشه و همین میتونه باعث سردی تدریجی رابطه بشه. یه مشکل رایج اینه که ما همیشه عشق رو به زبان خودمون میدیم، چون همون چیزی رو به دیگری میدیم که خودمون نیاز داریم. مثلا من نوعی آدم کلماتم، هی میگم دوستت دارم، چقدر قشنگی، اما شریکم آدم خدمت کردنه. اون هی میگه خب پس چرا ظرفا رو نمیشوری؟ این تفاوت زبانی اگر شناسایی نشه، هر دو طرف احساس ناکامی میکنن. حالا سوال مهم: چطوری بفهمیم که زبان عشق اصلی ما چیه؟ اولین مورد اینه که توجه کنی به چیزی که بیشترین تأثیر رو رود داره. خیلی ساده است. ببین چه کاری بیشتر از همه دلتو گرم میکنه. آیا وقتی تعریف میشنوی پر از انرژی میشی؟ یعنی زبانت کلام محبت آمیزه. یا وقتی یکی وقت خالص و بدون حواس پرتی برات میذاره؟ این یعنی زبان عشقت زمان با کیفیته. یا وقتی یه هدیه کوچیکی دریافت میکنی که میدونستی پشتش فکر و نیت عاشقانه بوده.
یعنی زبان عشقت هدیه گرفتنه. یا وقتی کسی برات یه کاری انجام میده، پس زبان عشقت خدمت کردنه. یا وقتی دستت رو میگیره و بغلت میکنه، این یعنی زبان عشقت تماس جسمیه. اون چیزی که بیشترین شادی و آرامش رو بهت میده احتمالاً زبان عشق اصلیت هستش. مورد بعدی اینه که به گلایه های خودت دقت کن. خیلی وقتا زبان عشق آدم ها از دل گلایه هاشون بیرون میاد. تو هیچ وقت به من نمیگی دوستت دارم. وقتی میگی تو هیچ وقت به من نمیگی دوستت دارم، یعنی کلام محبت آمیز زبانته. وقتی میگی تو هیچ وقت برای من وقت نمیذاری، یعنی زمان با کیفیت زبانته. یا وقتی میگی که تو هیچ وقت تو کارو کمکم نمی کنی، یعنی خدمت کردن برات مهمه. گلایه ها در واقع ترجمه مستقیم نیازهای عاطفیه. مورد سوم اینه که به چیزی که خودت بیشتر میدی نگاه کنی. خیلی وقتا ما همونطوری که دلمون میخواد عشق رو دریافت کنیم، عشق میدیم. ببین زیاد هدیه میدی، زیاد میگی دوستت دارم. رفتارهای تو بهترین سرنخ برای کشف زبان عشقته. آخرین و مهمترین قدم که خیلی هم ساده است اینه که مستقیم از هم بپرسید. بپرس وقتی میخوام عشقمو نشونت بدم چه کاری بیشتر خوشحالت میکنه؟ کی حس میکنی بیشتر از همه دوستت دارم؟ خیلی وقتا همین سوالای ساده میتونه دریچه بزرگی برای شناخت باز کنه. خب حالا یه تمرین شیرین. لطفاً دفترچه‌تو بیار و 3 موقعیتی رو بنویس که واقعاً حس کردی کسی عاشقت بوده. بعد بنویس توی این موقعیت‌ها دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود. مثلا هدیه گرفتی، با هم وقت گذروندی، یه جمله قشنگ شنیدی. همون اتفاقها سرنخ زبان عشق توه. میتونی همین تمرین از شریکت هم بخوای انجام بده تا با هم مقایسه کنید. خب اینم از 7مین قسمت دلگفتار. امروز یاد گرفتیم که عشق فقط گفتن دوستت دارم نیست. عشق مثل یک زبان مشترکه. ممکنه من فارسی بلد باشم، تو ترکی. هر دومون حرفای قشنگی بزنیم، اما اگر یاد نگیریم زبان همدیگه رو، هیچ وقت پیام درست منتقل نمیشه. یادت باشه هیچ زبانی بهتر از بقیه نیست. مهم اینه که بفهمیم و یاد بگیریم به زبون دل طرف مقابل حرف بزنیم. مرسی که تا پایان این اپیزود همراه من بودی. اگر برات مفید بود با یکی از دوستات که فکر میکنی نیاز داره بشنوه به اشتراک بذار. و مثل همیشه خیلی خوشحال میشم برام بنویسی زبان عشق تو چیه؟ بیشتر دلت میخواد کسی بهت بگه دوستت دارم، یا وقتی برات کاری میکنه بیشتر عشق حس میکنی؟ تا دلگفتار بعدی مراقب دلت باش.